یک چیزی توی نهانخانه ذهنی هر ایرانی هست و اون ایرانه. برای این جانفشانی میکنن، آهنگ میسازن، اشک میریزن، به موقعش هم شمشیر میکشن. این رو من با صدای آرام اکنون میگم، ولی بعضی وقتا با صدای بلند میگم. ایرج زمانی که وطن من خون، اشک من در آمد. از اون زیباتر نمیشد خواندن. حد و ادا کرد، به خاطر اینکه از ایران صحبت بشد اشکش در میاد. اون حس میکرد که ای خط ایران، میگین ای وطن من، یعنی چی؟ برای همون با اون شکوه و با اون عظمت، البته شکوه و عظمت رو حس کردن مقوله است، توانایی اجرا داشتن چیز دیگر. ولی ایرج توانایی این اجرا هم داشت و من افتخار میکنم، یا تنها افتخارم در زندگی اینه که ایرج من از سازمان یونسکو سرود ملی اعلام شده. من به سازمان یونسکو کار ندارم، ولی به ایرج و باب ملک الشعرا و ایران خیلی کار دارم.